سلام به همه. ما همگی راوی داستانی، ما هر روز داریم یک سری داستان‌هایی رو تعریف می‌کنیم، چه بخوایم درباره اتفاق جدیدی که تو محل کارمون یا دانشگاهمون افتاده بخوایم به خانوادهمون، همسرمون، دوستمون، دوست دخترمون بگیم، یا درباره خیفگیری که ماه پیش دیدیم و بخوایم تو مراسم عید تعریف کنیم که موبایل مثلا نفر جلوی شما. من بیشتر داستان‌هایی که حس کشش ایجاد میکنه داستان‌های جذاب‌تری. یعنی چی؟ یعنی شما داستان رو نگه می‌دارین و در لحظه آخر فاش میکنین که هدفتون از این داستان چی بود. خب این داستان‌ها میتونه شکل‌های مختلفی داشته باشه، خبر نوع مختلفی داشته باشه یا طول مختلفی داشته باشه. شما میتونید داستان 5 دقیقه تعریف کنین یا 1 ساعت. به عنوان فیلمساز شاید شما نیاز داشته باشین داستان رو از اول شروع کنین یا از انتها بیاین به ابتدا بپردازین. فقط مهم اینه که داستان شما از 3 قسمت اصلی شروع و میان و پایان شکل گرفته باشه. قسمت آغاز شما باید با شخصیت‌های اصلی داستان یا اتفاقاتی که لازمه مخاطب شما بدونه، حالا میتونه به چه نتیجه‌ای میرسه از دونستن اینا، نه که نتیجه کامل و لزوما یا داستان کامل رو بدونه، ولی پیش نیازهایی که لازمه. این داستان تخیلی داریم، اومدن آدم فضایی تو حیات خلوتتون باشه، دعوایی که با همسایه بغلیتون داشته، چیزهای لازمی که بتونه مخاطب شما رو درگیر کنه برای ادامه گوش کردن، نگاه کردن فیلم. داستان میانه داستان چه اتفاقی میفته؟ بیشتر اتفاقایی که پیش روی رسیدن به هدف اصلی به وجود میاد. من در انتها مثال کامل تری میزنم. در پایان هم داستان به جایی میرسه که به هدف نهایی خودش میرسه، یا مثلا مشکلی که هست براش راه حلی پیدا میکنه، یا به خوبی خوشی یا اون چیزی که مخاطب انتظار داره. پیش از اینکه شروع کنیم داستانمون رو بنویسیم، تولید کنیم، بهتره که نراتیو آرکو ترسیم کنیم، بنویسیم، بکشیم. یک هرم در قسمت اول این هرم اکسپوزیشن، قسمت دومش رایزینگ اکشن، کلایمکس، فالینگ اکشن و رزولوشن. برای اینکه بدونیم هر بخش اینا به چه صورته چطوری یادداشت کنیم، من یه مثالی میگم و قبل از مثال توضیح میدم. و قبل از همه اونا ویدیو رو سابسکرایب کنید و این یه ویدیو اولین قسمت از یک سری از ویدیوهایی که شما رو کمک میکنه به استوری تلر خوب بودن، یا دارین داستان خوبی رو اجرا کنید و این همه جا میتونه براتون کاربرد داشته باشه. تولید محتوا بخواید بکنین یا مثلا محصولی داشته باشین و بخواید برای تولید محتوا شاید تا فکر کنین. این خواستین ویدیو سابسکرایب و لایک کنین که منم نسبت به این که به اصطلاح پر مخاطب باشه یا نباشه ادامه میدم. خب اگر به اصطلاح به درد کسی نخوره زیاد دلیلی نداره حالا ادامه بدم، ولی من سعی میکنم در 15 روز تا یه ماه ادامه بدم نسبت به دورهایی که اینجا تو کانادا داشتم و امیدوارم به دردتون بخوره. خب توی اکسپوزیشن شخصی از خواب بیدار میشه، میره سر کامپیوتر، میبینه مثلا کیبورد شکسته دیگه، مثلا مثالش میانی داستان هم رایزینگ اکشن که باید مثلا میخوایم ببینیم که مشکلات مختلفی میخوره و نمیتونه درست کنه. مثلا بخوایم تو فیلم بیاریم مثلا کیبورد مجازی، یعنی کیبوردی که رو صفحه بیاره مثلا با ماوس دونه کلیک کنه مثلا نشه، مثلا به جای AZ بنویسه و یه چیزای اینطوری برنامه درست اجرا نشه. بعدش میرسیم به کلایمکس یا اوج داستان. این به چه صورته؟ مثلا اون میبینه نمیشه و نمیتونه اینا سریع باید فقط یه کیبورد تهیه کنه که به این پروژهش انجام بده و این حرفا. سریع وارد یه فروشگاهی میشه، هیجان زده وارد مثلا این بشه که مثلا یه کیبورد قیمت فضایی و طرف براش میگه و مثلا بگیم یه شهر کوچیکی و مغازه دیگه ای نیست. مثلا فالینگ اکشن چطوریه؟ مثلا رفت تو مغازه و اینا و طرف چک و چونا میزنه میگه اینا مثلا 10 میلیون مثلا میخواد 2 میلیون،
1/5 اتفاقی. قسمت آخرم که میتونه رزولوشن باشه که مثلا داره تو غروب آخر، تو لحظه آخر ددلاینش این پروژه رو تموم میکنه و با موفقیت از اون پروژه رو دفاع میخواد بکنه، هر اتفاقی میخواد بیفته تعمیرش میره. خب این بسیار یه الگویی و اجزای روایت کردن یه داستان. خب الان ما ادامه بدیم و بهتر موفق‌تر بشیم. بهترین کار تمرین و تکراره، لزوما تمرین تکرار به صورت عملی و حتی کارهای خیلی ساده‌ای که خودمون میتونیم انجام بدیم، فقط تمرین کنیم، نه دنبال میان برگشتن یا چیزای دیگه. چیزایی که توضیح میخوام بدم خیلی مبنای پایه‌ای داره که در ویدیو آینده توضیح بدم که به درد حرفه‌ای‌ترین افراد و اینکه تازه رو شروع کردن لازم بدونم. امیدوارم که شما استفاده کرده باشید و لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیو آینده. خدا نگهدار.